سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از دیگر ویدیو یوتیوب چینل ما با من رویت نواب زاده. خب دوستای عزیز، ما در این چند وقت که نشد براتون ویدیو بگذارم چون یکم مشکلات بود، مریض بودم، نتونستم براتون ویدیو بگذارم. خب دوستای عزیز، میریم به 5 تا از بهترین وبسایت های پرکاربرد که امروز براتون معرفی میکنم. خب وقت ضایع نمیکنیم، بدون معطلی لیتس گو. میریم در سرچ گوگل تون. دوستای عزیز، ما قبلا یا سرچ کردیم چون اینترنت من کمک بسیاری داره، امروز کم خراب است اینترنت، از اون خاطر خب در سرچ گوگل تانشتا میگن getintopc.com. دوستای عزیز، از این وبسایت جالب میتونن هر نوع اپلیکیشن ها، هر نوع پروگرام های کامپیوتری مانند درایور، نمیفهمم، پرینترها، هر آن چیزی که شما میخواین از این وبسایت میتونن دانلود کنین. مثلا CD DVD تولز است، کامرا تولز است، یا چت است، دیگه بعضی از دیگه اپایی است که ایسه کیست در بعضی وبسایت ها در اینجا تمامش فری می باشد. دوستای عزیز، حتی میتونی در بخش دیولپمنت یا انتی ویروس، ایژوکیشن، هر نوع 3D CD دیگه گرافیک دیزاینینگ، هر نوع اپلیکیشن هایی که شما میخواین از این طریق میتونین دانلود کنین. خب دوستای عزیز، بریم به سایت بعدی. سایت بعدی به نام گلوب اکسپلور است. دوستای عزیز، گلوب اکسپلور یک سایت است که هر نوع معلومات که شما در مورد هر آن چیزی که میخواین تجسته کنین براتون تمامش با جزئیات، با عکس و با ویدیو براتون میکشه. مثلا لیجا من سرچ کردم قبلا که در تیارا، در جت ها از چی چیزها استفاده میشه، برام تمامش با جزئیات دیگه نشان میده، عکسایش هست و برام میگه که از چی چیز استفاده میشه. اینجا نشسته است، یعنی آلومینیوم است و تیتانیوم است، استیل است و هر نوع معلومات که در مورد هر آن چیزی که شما میخواین در اینجا سرچ میکنین براتون میکشه. من که دیگه هم سرچ کرده بودم در مورد راکت بود، موشک ها بود، دیگه موشک های پیشرفته است و که چی چیز باعث میشه که انفجار کنه و دیگه بعضی از معلوماتش کلش تمامش برام در اینجا نشته کرده و عکساش هم برام کشیده که چی رقم است و چند نوع است. خب دوستان عزیز، بریم به سایت بعدی. سایت بعدی به نام templemail.org است. دوستان عزیز، این وبسایت که است مثلا ایمیل های یک بار مصرف بر ما میده که در بعضی از وبسایت ها ما نمیخوایم ایمیل های خود بزنیم و ایمیل های ما باشه، چون بعضی از وبسایت ها قابل سیکیور نیستن دیگه. انت براتون بگم. خب دوستان عزیز، میتونین ایره هم کپی کنین، هم اسکن کنین و هم میتونین اینجا براتون در وبسایت که میخواه بزنین و اینجا در انباکسش کدش و دیگه موضوعاتش براتون میه. خب دوستان عزیز، میرم به سایت بعدی. این هم ربط به سایت قبلی داره، به نام تمپ نمبر است. دوستان عزیز، از این سایت میتونین شما نمبرهای مجازی یا نمبرهای یک بار مصرف میتونین داشته باشین. مثلا اینجا قبلا انتخاب کردیم یک کشور، نامش فراموش شده، آیدیش هست اونجا برای من نشان میده تقریبا 3 منت اگو 3 دقیقه پیشی نمبر استفاده شده به کدام کاره دیگه، کدشون براتون دمیجه میه. از این نمبرها از هر کشور که شما میخواین میتونین نمبرش استفاده کنین و خوبیش دایی است که قابلیت چی هم در واتساپ هم داره که میتونین در واتساپ هم از این نمبرها استفاده کنین که یکان تا آزار بتونین و یکان مدیریت کنین از هر کشور که میخواین. خب دوستا از اینجا نمبرش کپی میکنین و در جایی که میخواین بزنین در اونجا میزنین و اینجا براتون کدش میایه. مثلا اگه تیک تاک باشه یا هر چیز باشه براتون کدش براتون میایه. دوستای عزیز، وبسایت آخر که است به نام gama.app. دوستای عزیز، این وبسایت که است بسیار یک وبسایت جالب و پرکاربرد است. مثلا ما میخوایم که یک سمینار جور کنم در مورد یک چیز خاص، مثلا در مورد غلط شد، نه برای من غلط هم زدم، برای من صحیح کشید. در مورد شاپینگ که چه قسم میشه تمامش برای من اینجا تقریبا 8 صفحه جور کرده و کانتینیو رو میزنم. بزنی کانتینیو رو که زدم برای من اینجا میایه. هر نوع دیزاینی که ما بخوایم بتم داش میشه و هر نوع تغییراتی که ما بخوایم داش آورده میتونم. مثلا تایتلش تغییر بتم یا دیزاینش، بک‌گراندش، هر نوع تغییرات بخوایم میتونم آورده. خب دوستان عزیز، یکی از بهترین وبسایت است که متوفر ندیدین و قبلا که بود به خاطر یک سمینار جور کردن میرفتیم 300 روپیه 400 روپیه میدادیم به یک نفر یا به کسی که
بالاتر میفهمه برای ما جور میکرد یک سمینار که هم چل رقم نازش هم میبرداشتیم. خب دوستان عزیز وبسایت که از بسیار آسان است و میتونید شما در مورد هر آن چیزی که بخواین یک سمینار بسیار عالی و بسیار جالب جور کنین، عکس ویدیو همه چیز براتون تیار میکنه. خب دوستان عزیزی که یکی از بهترین وبسایت هایی که براتون معرفی کردم. تا ویدیوی بعدی الله حافظ، نگهدارتان. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتان نره دوستان عزیز. تو حتما ویدیو رو شیر کنید با دوستانتان. تا ویدیوی بعدی have a good day.